به مزیخ نشدی؟ اوه پالوانی خدا. امید من به تو چند بار گفتم که به همین سگ افلاس دست نرسان. امید جان بیا به خانه درایم. وقتی خوراک نصف روزی شد. بیا بچم. حاضر دادت هم می آید. را گرد بچه. تو بطرو پرتو تیز به خانه در آمده دستانت رو شوی. تیز کن. حکیم جان پسرم تو کی آمدی؟ ما حتی نفهمیدیم. ماشینت هم در پس در نبود؟ ها من آمدم. ماشینم ویران شد. نقص نقص امید جان دادت آمدند. رو تیز سلام کن. کنی پسرم سلام. سلام دادی جان. نه نه رفتم. یا با نکنید دادی. نکنید. زور. آها. نکنید. نکنید. چی خیلی پسرم؟ نقص امروز با چی کار مشغول شدی؟ دادا جان ما امروز با همراه بابایم به کانال رفتیم. با کانال؟ باز چی خیلی کانال؟ برای چی تو رو با اونجا برد؟ خیر هیچ گپ نشده است. هیچ گپ نشده است؟ اگر ناگهان او به کانال می افتاد با فکر تو موی سفید خلاص کرده می توانست؟ پسرم مادرت راست میگوید. تو حالا آبازی کرده نمیتوانی. بهترش به اونجا نرو. با بابایت گوی که پدرم به کانال رفتن رو اجازت نمیدهد. مایلش؟ مالش. آفرین آفرین. رو بازی کن. زنک جان ما امروز خوراک میخوریم؟ نمیخوریم.
بابا جون ها؟ برای چی ریشتان اینقدر سخت؟ شاید برای آن که کهنسال و پرتوت است. پیش ملایم بود. یک زمان روی من هم مثل روی تو تازه و ساده بود. شما هم خرد بودید. بله، پدری من هم خرد بود. البته. پدری من چه کودک بود. میدانی امید جان، داده تو بچه ناز بود. یک واقعه را هیچ از خاطر برآورده نمیتوانم. یک تیر ماه بیمار شدم. سخت سلفه میکردم. مثل همین شبها؟ سختتر از این هم. دکتر همسایه‌مان مصلحت داد که اصل چای نوشم. مادر کلانت به مغازه رفته آمد، اصل نبود است. حکیم جانم به کجای دویده رفته بود. من خیلی عذاب میکشیدم. روز تاریک شده ایستاده بود. حکیم جان ناگاه از آن طرفی کوچه پیدا شد. سر و لباسش خاک و لایالود، رویش خونشار، گردنش خراشیده. مادر کلانت به پیشوازش رفت و سخت آغوش کرد. نماند که من ادبش را دهم. بعد معلوم شد که به باغ از شهر بیرون رفته است. همسایه ما در آنجا آروی اصلش بود. او میخواست برای شما اصل بیارد. بابا جون؟ بله. امید خوراک میخوریم. بعد چی شد بابا جون؟ پدرم اصل یافت؟ بله بچم، من از آن شفا یافتم. بابا جون رفتیم خوراک میخوریم. مرحمت. روشین بچم. بابا جون چرا ما در همین کاسه ای نه خوراک میخوریم؟ شما داریم از همین کاسه که نه؟ خوراکت را خور. در سری دسترخوان زیاد گپ نمیزنن. چای گیرید؟ برای آن که این کاسه را من ناز میبینم. این به من قوت و نیرو میدهد.
کودک رو خوابیدن نمیمونه. تو میشنوی؟ من با تو میگویم. خیلی من چیکار کرده میتوانم؟ تو هیچگاه هیچ کار کردن نمیتوانی. آخر کسلیش با کودک میگذرد. چند بار با تو گفتم که در یک خانه خوابیدن هر دویشان هیچ ممکن نیست. التماس اهمیت نده. بیا خواب کنیم. خوب؟ من این خیلی نمیتوانم. تو گپ رو میفهمی؟ چی خیلی اهمیت نمیدی؟ آخر او در پس در است. چی خیلی خوابت میبرد من نمیفهمم. هی! بیا وای من نکن. ببخشید شما رو بیدار کردم. دادا روید خواب کنید. دخترم بیایید من روبم. دادا التماس روید خواب کنید. پالوان بیا گذارید من همینجا را بیاین پیش. بیا اینجا بیا. این حاضر شما سفید کردید چیکار کردید؟ با پورگی همینجا را با پورگی گفتم یک بار دیدن در کار که ببینیم همینجا را با پورگی سفید کردن در کار هم شد درون بیرون همین چپ خیلی گذشته ببینیم برام درونش با پورگی وطن داد. درونش اول میبره بعد درون بیرون سفید میکنه. همین چند پول میگه شما؟ ما فهمیدم این دو کس تو پولش بگیر شما که من دیگه بچه جان بابایم تمام از خانه ما میروند و همین طور به خانه خود میکوچد. با اون جایی که تا این وقت گاومان را نگاه میداشتیم. آنجا رو دادا تعمیر کرده استودند. بعد تعمیر خیلی زیبا و موفق می شود. کاش دادا برای شما اونجا بهتر می شود. البته پسرم غم نخور. ما نزدیک هستیم کو. ها بابا جان من به نزدیک شما به مهمانی می آیم. نور دیده هر روز بیا جان باباش.
ана масъала ҳал шуд. лабай ҳа акай рустам, ҳа ман холӣ. بابا جان این صورت را فراموش کرده. جای وی همه اینجاست. шавҳари Насиба аз Русия омадааст. ҳаким? аз Русия омадааст шавҳари Насиба. тасаввур мекунӣ бе ягон дирам омадааст. чӣ хел одам, а? бо чунин мард чӣ тавр зиндагӣ кардан мумкин? ман намефаҳмам. бечора Насиба. تو چی کار میکنی پسرم؟ این مخفی تو از من یگان سری پنهانی نداشتی کو پسرم؟ اگر من به شما گویم آرزویم عملی نمیگردد. این چی؟ هی این چی میگویم؟ من انتظار بابایم گفتن که این کاسه سحر نکرد با اودان زور قوت میبخشد. دوامش چی؟ گپ زن شد نباشد میزنم. نزنید دادا جان، من شما رو
سخت نقص میبینم. من این گپ رو الکی شنیدم. امید این کاسه سهناک است. وقتی شما مثل بابایم پیر و بیمه‌دار میشوید من به شما از همین کاسه خوراک میدیم. حکیم!